کردی من چجوری از پشت بگیرم بکشم؟ یعنی ریدی لامصب. بدبخت اسکل. همین که وای، فهمیدم اون دستتو موها میخوای مال بخوری. من بود، اون موها ببین حق همین که من بود. فهمیدم چرا این کارو با همین که من فهمیدم دستتو کردی؟ قراره بخوره به این موها چیدمش. آره بیا میخوام واسه پستش کنم آلمان. وای خدای من شکست عشقی خوردم، من چطوری دیگه؟ ببین میخوام واسه پستش کنم آلمان. پشتش کن، پشتش کن، پشتش کن. واسه پست میکنم آلمان. الان بچه سق کردی ناراحتی؟ خاطر تو به خاطر پشم من نمیخوادی همه را خب بیار الان بچه سق کردی ناراحتی پلش؟ گه تو اونو بچه هست. خدا خدا. اسکل روانی هست. آره وای وقت چپ استراحتته که دستور چپ تمیز که میکنی. گذاری این آوالت بدبخت. نه ازم ما هر کاری میکنیم امنیتیمون رو رعایت میکنیم. چپ با چه تعمی امنیتیتون؟ شما چه تعمی دوست داری؟ هر تعمی که تو دوست داشته باشی. وای وای وای. وای وای وای. خب نشون بده، ببین خودتو نشون بده من حالم جا بیاد. من عزیز مریض تو من هم، من تو رو عشق نبینم جایگزین حالم کردم. بده. جایگزین کردم. من حالم بده تو رو نمیبینم. عزیزم من عشقم رو جایگزین کردم. من الان نگرانتم، خودتو نشون بده. تو نمیخواد نگم باشی. من دارم موهامو میزنم دارم همه رو میچینم. آخه عزیزم. وای ادا ندایاسی در میاری اسکل رو. ندایاسی کندی، ندایاسی متشکرم. کندی. ببین این موها رو نچین، من دیشب عاشق این موهات شده بودم، من به خاطر موها میخواستم ماچت کنم. خدا وکیلی مو نداشته باشی من توف تو صورتت نمیندازم. نتت رفت اسکال پلش کفتون. از بس تو شر رو ور میگی نت میره. ببین من این موها رو خب قیچی کردی من توف تو صورتت نمیندازم، برو اکستنشن کن. ولی من توف تو صورتت میندازم. شبنم این موها رو میبینی؟ برو اکستنشن کن. شبنم این موها رو میبینی؟ اکستنشن میخوام. این موها رو میبینی؟ اکستنشن میخوام. این میبینی؟ ببین یکی نوشته این صورتش لایق توف تو نیست ولی نعمت. ببین آره ولی این موها رو میبینی عشقم بکن همونجا که ماما یه میرینی. دفعه کوشی ماما. ببین ولی نعمتت بهت میگه تو رو با مو دوست داره. اکستنشن میکنی ببین تا شب، نکردی قید پیج و میج تو میزنی پلشت چپ. ببین بیا بار تو چونم رنگی من در اون موها رو از پشت نکشم تو بیا مثل برو تو خر نکشی که حالم چونم جا نمیاد ده. بیا برو تو چونم رنگی در بیا پلش من میرم تو خیالت راحت باشه، من عاشقشم ببین اصلا. میگم از سر کار هستی الانه دستشویی شدی من بهت غذا میدم. آره تو میز نشستی آره میخوری. یه سری گوه واسه تو آوردم میخوای بخوری. ببین آره ولی نعمتت داره بهت میگه میری امشب اکستنشن میکنی. اکستنشن جای دهنت با باستانت هم که عوض شده گل من. عزیزم دخترم تو دیگه چرا وای خدایا وای اون ما رو از پشت بگیری. دختر جون فقط تا باشه از تو